اینقدر پول فکر میکنیم قطعی ندارم چیکار میکنیم دختر من خواهمی بود چیکار میکنیم که مهینه تا روز داداش گیریا میکرد خدمت تا با دیتی میکرد اگر ما چهره همین را محکم میکردیم چهره مادر را محکم میکنیم قسم به یگانگی خدا کو 90% میبرمادیم گفتیم این مادر شیطان ماشینی که امروز دخترش برآورده پول کار کردی سای دادر کنه دور موچه حس میکنم ای جارو خیال میکنم نشکم شیطان داد گریه نکن همه تماشابینان اکا و دادر اما فرزندای پدرم میگیم خطا نمیکنیم چون که یا میفرد دختری کم نبرانم دانا مرا دستگیری کنه مرا سازشم به وقت خوش به وطن و برگردم ده مرا دختری بخونم خدمت کنم به وطن ما را بسیار زنگ میزنن همه شهری بسیار زنگ میزنن میپرسیدن که همین مثال دختر شما یگو ماشینیکی نیستن میگفتیم همین دخترچه خدمت باز میگم یه لایک کمیتر در یک نداره موتیواسیون ای ما پول کار نمیکنیم با خاطر آب دیده مادر با خاطر آب دیده خواهر عزیز بهترین میشه. السلام علیکم دوستان عزیز اینک مرکز خدمت رسانی زیارتچو بهترین خدمت رسانی را برای شما مهیا کرد هجومه مردانه زنانه فیتا بوچکا مساج همش برای برادرای غریب که در فدراسیون روسیه قرار دارند دوستان عزیز هر روز ما کار میکنیم 24 ساعت در خدمت شما ایم نگفتن اونه که هجومه زنانه جداگانه مردانه جداگانه در اونجا شما میتونید که برای پروستات خنه که پدراتون قند داره تمام نمود بیماری ده از انمو علفای گیاهی داروی خوبی بهترین داریم که ان شاء الله برادرها برای شما خدمت میکنه و نگفتن اونات که سرپرست کانال ما نیز مغازه زیارت شاپای به همین خاطر یک دستگیری میکنیم همه کسا میریم در روز استراحتی در روز کاری همه وقت برای شما کار میکنن هجومه را میگیریم با برادر در حقتون دعا میکنه بهترین اتفاق برای شما میتونه با وقتی که خوش میاد با کاراتون ادامه میتین نگفتن اونات با خواهش شما ما هم هجومه زنانه روی کردیم هم مردانه این دفعه میتونه که مادر ما قتیل بگیره یا اویلتا یا خواهر ما برین هجومه را جایهای مخصوص دکنین بین در حق ما با دعا باشین دوستان عزیز رقم در روی اکران مرکز خدمت رسانی زیارتچو همه وقت در خدمت شما ای بندگان خدا. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن دوستان عزیز امیدوار هستم تا صحت و خانواده هستین خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد امروز حضور داریم در شهر دوشنبه در طرف تپه سمرقندی با دیدار بینی انم خواهر عزیز اومدیم که خیچک نداره بسیار نفرا پرسیدن که خیچک چیه دوستان عزیز ایو را تنها زنها میدونن بسیار نفرا میدونن که خواهر عزیز پیشاب شقبیده نمیتونه که یک دستگیری دیگر کنه که همین کاری ما را آخرش اومدگی به انجام برسه و تیسر خواهر را رای کنیم با هندوستان با هم خاطر ما را همسفر باشین دوستان عزیز زحمت نباشه یا لایک کامنتر شما ان شاء الله موتیواسیون میشه برای دستگیری خواهر عزیز یا لایک کامنتر مون اینا نوارا با دل خو رفیقتون رای کنید بهترین میشه که ان شاء الله که آینده همین خواهر اول اخر خدا بعدا شما نگ میکنید باز یک بار دیگه سلام علیکم دوستان عزیز الحمدلله امروز خداوند نصیب دیدار خواهرچه عزیز ما مهینه بانو و مادر عزیز نصیب ما گرداند که امروز ما حضور داریم باز در تپه سمرقندی مرز مادر عزیز و خواهر مهربان آمدیم از همه سپاسگزار هستیم حاضر از زبان شیرین مادر از زبان خواهر میشنویم که شما چقدر دستگیری کردید چی موتیواسیون شما بود که امروز خیلی چهره خواهر عزیزم چهره مادر عزیزم خوب و بهتره ان شاء الله امید کلان اول از جانب الله داریم بعدا از شما نفرانی که این لحظه نوار ما را تماشا کردین یک بار دیگه سلام علیکم مادر جان. سلام علیکم به همه اپا با من که غریب همه مسافرای گفتی چی یاردم کردن در قیم دختریمو خداوند خودش شفا را میتوان بعد اکا و اپا خواهش میکنم که یه دستگیری دیگه بکنه خداوند برکتشون زیاد بتوه یکشون هزار کنه عمر فرزنداشون دراز کنه و داغ درد فرزنداشون نبینن ساق سلامت به وطن خودشون برگردن بیارن سلامت باشین مادر جان عزیز یگان روز در هوش خیالتون بود که یک روز همین سبب یک چیز سبب میشه و اینقدر مشکل زندگی شما آسان میشه راستیش اینقدر پول فکر میکنیم قطعی ندارم چیکار میکنیم دختر من خواهمی بود چیکار میکنیم که مهینه تا روز داداش گیریا میکرد خدمت تا با دیتی میکنم که چیکار میکنیم میگو اینه خوی شیده کنه میشه هندوستان باید یه بره نخی اولی یکم پیرست شکر جون همی گفتی چیکه بیستر زیادن یکمش اولی با ما بعد ایام باید بریم با نشون بتیم پیرست کردیم بیانیم با بریم نشون بتیم که که همی موفقه به همی دخته همی چه باید یا بچسبنم این تماما نداره اوقتی دخته گفتی چیکه چیکار کنیم بله مادر جان بسیار حالا بعضی آدم ها میگن که
روی نواری ای خرسندی من اومدم ای وقتی ما روی نوار اومدم بله بله شادی هم کردم موسیقی هم کردم گفتی الحمدلله مسلمان مورم بعضیش میگه روی دخترچه را بار میکنی گفتی که باید دخترچه خودم الحمدلله مسلمانم کیا میفوره که روی نوار برام همه تماشا کنم چی کنم ای همه کامی ندارم هر روز تلفن میکنم میپرسیدن که خواهر ما مهینه چی کنم همش ندارم حس نمیکرد دختر میگفت که من نمیفتم که دادر اکه ندارم و چه حس میکنم ای جارو خیال میکنم نشکم شده ندارم گریه نکه همه همین تماشابینان اکا و دادر اما فرزندای پدرم بگیم خطا نمیکنیم چون که کیا میفوره دختری کم نبرانم در نوار بله دوستان عزیز اول با مادر و پدر صبر بهترین چیز نعمتی به بها جانب الله ای صبرای قینه با مادر عزیز با خواهر عزیز الکی با بلوغت رسیدگی حقیقتا در قینه اگر ما چهره همین را محکم کردیم چهره مادر را محکم کردیم قسم به یگانگی خدا کو 90 فیصد میبرمادیم میگفتیم این مادر شیطان ماشینی که امروز دخترش برآورده پول کار کردی سای با خدا قسم بیگناه کو مایلش ممکن ما ای خودی همین گپا را میشنویدیم با همین خاطر دوستان عزیز سبب ما برآوردن با جای خواهر ما با جای مادر ما ما ای خرسندی نمیبریم چیکار کنیم دوستان عزیز ما هم کاری میکنیم که مادر گریه کنه خواهر زوره و تعلق نه که دستگیری کنن برای جان برای سلامتی همه در زندگی مبارزه میبره دوستان عزیز شما خودتون همه میتونه که مثال زنک 100 رای لیک بعضا وقت انسان مجبور میشه ما با یگان نیتی بد با یگان کاری دیگر برآمدگی نیستیم تنها خاص از برای الله پدر و مادر برای فرزند به همه کار قادرن با خدا قسم به همه کار قادرن فقط ایشمو دستگیری دوستان عزیز یا لایک کمیتر ایشمو نوار با دوستو برای خود روی کردن موتیواسیون نگاه کنین همون نوار در همین قدر لایک کمیتر با دوستتون روی کردین با مادر چه قدر دستگیری شید در یک روز مادر زنگور رو اسپید نمیکرد ای همه چی ای دستگیری شما ما همه کسا سرجم شیم حیاتی چندین نفر را با خواهش الله مهربان ما میتونیم که خیلی خوب بهتر کنیم با همین خاطر مادر جان راه افتاده نشه همش حکمت از جانب الله های فقط یک چیز سبب های میگه که از شما حرکت از ما برکت مثال در شیشتن مثال در یک کنج خونه یگان چیز به دست آورده نمیشه بله بسیار نفرها پرسیدن مادر جان که خیچک چیه شاید که خیچک کلمه ما مردم خط زمین باشه بسیاری نفرها نفهمیدن بسیارش که حتی خیچک چی باشه خیچک همون چیزی هست که گفتم که زنها مادرها میفهمن پس تعیین پیشابش میروه همین خلاصه مادر جان یک گفتم همین روز شیدگیش هم خیچک نداشت مادر زاد همین چند یکی همین آبی بدنش همین پیشابه میروه این ایستادنی نداره نمیتونه به پمپرس تماما نمیتونه برنامه خدای نمی دویدکه روزش میشه که این تا دویدکه برنامه خدای چیه چه پمپرس نداره ما یا گفتی چی یا بلاگ موندگی ما یا نمیگیم همون خموندگی با داداش میگه بگینده من قرض میدم به میگم که ایزیق نشه کسانش بله تماما خیچر نداره دختری من همین ایرانی رو هم دیدن او وردنشون دادن و پا تماما همین یه جایش ندارن که کمتر بقپا همین آخوین دوار صورت چه گوی نمادر جان گوی همین نداره که بقپا یعنی پرامویا او بخوره چای میخوره چیزی میخوره نمیخوره که رفتن میگیره مادر جان در همین حالت مثال خودش او کمترک میخوره که برای بسیار پیشم نرفته بسیار او نمیخوره نمیخوره بسیار میخوره به همین قدی همین گفتی چی خدامزان چند تا میخوره کمیا بله مادر خداوند که سنگه نجوم انشاءالله ماهینه بانو سلام علیکم و علیکم خوبی خواهر جانم تنجی ها چخله یگون ایتری بعدی نوار کردن دل تا یگون خرسندی هست که امروز اینقدر دستگیریت کردن برادرای نه اکا و خورا اپا و بعضی بجای فرزند دونستن خطا مثال در غم تو هم غم شریک شدن بله چند کس زن زدن منم خیلی بخرسان میشیدم که و یا زن زدن به من اکایی کردن حس نمیکردم که اکا ندارم پیش ای وقتی که پدر و مادر صحبت میکردن یگون ندیجده یگون نفری نبود که قدر مبلغ برای شما کمک کنه دستگیری کنه زیق میشدن اینطوری یگون فکر میکردن که روزی ای روزها کی مرا دستگیری میکرده باشه که ما برام جراحی میکنم با غریبی کار کردن پدرم با خوردن مون نمیرسه با پمپرس مون نمیرسه او با جراحی ما کجا فکر میکردم به زیق میشیدم به هم خیلی کسر میشیدم هم خیلی فکر میکردی با امکیام هم یوردم میکردن نه
با می اومدن دلتگیر میکردن که زیغ نشه. انا امروز اوج الکی در دلت یگون امید هست برای جرایی که اینقدر مردم دستگیریت کردن؟ ها؟ بله ما را چی کردن یاردن کردن خدا خیرشون قبول کنه درد غریبی خدا نگهبانشون باشه و سخت سلامت به شهر غریبیشون بیان. سلامت باش خواهر عزیز من. انشالله ما دوام میکنیم که نواری که کنیم با رفتن اختا هندوستان به همه چیز تیار انشالله خیلی میره برای سلامتیت به همه چیز مبارزه میبره تا آخر که سلامتیت خوب شوه. ما اختا رو تا محکم نکردیم زیغ نیستی رو افتادن نیستی میدونیم مقصدی ما چی بود که برای دستگیری کردن خودت بود خواهر جون که دستگیریت کنن یک چیز دستگیری شوه انشالله مخت سرک بریم همه خلاصه خواهر رو. بله سلامت باشه مادر جان عزیز. چقدر مبلغ در کارتای شما جمع شد؟ ما چونانی که میدونیم دو کارت داشتیم یکی دوشنبستی به نام نسب ختم بود دیگرش به نام نسب شوهرتون زبیربانکتون. چقدر مبلغ جمع شد در کارت دوشنبستی تو؟ در کارتای دوشنبستی 33,000 33,000 سومون در دستون گرفتین کاری پولتون میتونین یا بار برو وارد دوستان عزیز اینا نگاه کنین. یعنی مادر جان پولو در دست ختون بودن ختون رفتین سلیمت کردین کارتر یگون که زایده سون گرفت برای پول گرفتن یگون شد فقط هر ساعت ما تحقیق میکردیم که ماشینیکو دا احتیاط کنین زنگ زدن ماشینیکو زنگ زدن به عرصی گفتن نامر بته که خیلی کود بته سرچون که یا تلفن کن داده شکیم خیلی غم داده استم نمیمنم همه را زنید کن گفتم که گونه بردار گو بله دیگر تلفن نکنه بله مادر چند جان بار غم دادم 33,000 سومون از کارت تاجیکستان سلیمت کردین. یگون کس نزدتون اومد از پیش دیدن؟ نه هیچ کنم نه اومدن یگون کس یگون کمک پولی دیگر فقط همه چی با واسطه کارت هم در کارت زبیربانک چند سوم جمع شد؟ 150,000 150,000 روبله اوزی در همه جای با در کارت زبیربانک شوهرتون باشه یگون سومی دیگرم هسته یا میرسی پس کی هسته میتونیم یه بار قطعی شوهرتون صحبت کنیم یه بار زنگش میزنی شما زنگ بزنید. دوستان عزیز میخوام که از زبان برادر عزیز که در فدراسیون روسیه قرار داره یگان چیز شک شبهه نیست یا دروغ نیست که در اینجا باشه در روی اکران نبره هم خیش توران نزدیکاش میدونن شاید نفرایی که خطیش کار میکنن نواری خواهرچه عزیز و مادر عزیز دیگه باشن های زنگ میزنیم از زبان خودش میپرسیم ما کو میدونم مثال چقدر جمع شدگی همش زیر نظارت هر ساعتش اسکرین شات میکنن روی میکنن با شما از زبان خودش بشنوین ان شاء الله خوبتر و بهتره. اجازه هست پجا انا اکا حاضی تلفنشون بردارن انشالله بهترین میشوه. سلام علیکم. علیکم السلام اکا خوبی تنجی؟ میشه رحمت شما سوزه نکتین سلامتی خوبه؟ میشوه نمی روی اکران در زبست کردیسیم اکا در پخش مستقیم نوم نصبتون چی بوده که جان؟ Odine Tohir Odilović. Odilović. یعنی زبیربانک در نام نسب ختم بوده که правильно؟ در نام نسب. همین ماهینابونو و مادر عزیزی که ما در نوار پارتوفتیم ماهینابونو دختر شما ای همسر شما میشه با؟ بله. در کارت زبیربانک تو چقدر مبلغ جمع شده که جون عزیز ما بغیر 150,000 روبل که در مادر عزیز روی کردن اینجا ما دیدیم باقی مونده چقدر مبلغ در کارت شما هست که 406,000 دیگه آقا 406,000 روبل دیگه در دست شما هستن در دست ما خیلی انشالله کورس کم می بلند شود بعد وشا میتونه که روی کنه نوز کورس پاستا لوچی روی نکنه این خوب تره که برای برادرایی که دختر شما را دستگیری کردن در قنات شما راست شدن ختم در مسکو زنگ زدن یگون گفتن که دخترتون چخلای ما دستگیری کردیم یگون که زنگتون زدن که جون بسیار زنگ میزنن همه شهری رسی زنگ میزنن میپرسیدن که یعنی مثال دختر شما یگون ماشینیکی نیستن میگفتن همین دخترچه خود میگفت حتی بسیاریاش هم باور نمیکردن مقصد یکی ماشینیکی یگون کسی دیگه رای میشد نه خیلی هم میپرسیدن آخه سلامت باشه که نفرایی که دستگیری کردگی ان چیشون میگویا که جون یگون سخنی گفتنی داری ان شاء الله
اوه خیر خداوند هر کسی برای هم دخترچه من خیر کرده است خداوند خیرش به درگاهش قبول کنه در نامه اعمال تو چونو پدر و مادرشون نوشتهش بگردونه خداوند خداوند فرزنداش عمری دراز بتیه بله. خداوند همه بلای آخر زمان در حزب امان خودش نگهبانشون باشه. سلامت باشه اکا. یک سوال دیگر میتونم اکا تمام قطعی خودت صحبت به انجام میرسونیم. امید چخیل بد امید داشتن که اکا جان این قدر برادرای بهترین داریم برادرای مسلمان داریم که در قنات شما راست شدن این قدر دستگیری خوبه برای شما کردن اکا جان. خیلی اولش خداوند نمی برکتشون بتیه و امید داشتیم که مثل یک چی دستگیری میکنن فرزندای هستن دستگیری میکنن هستن شهر بچه‌هایی که دستگیری میکنن. الان نگهبانتون باشه اکا جان. در ملک غریبی وقتونه نمیگیریم اکا. همه برادرای غریب سلام گو در حق ما با دعا باشن با انشالله که در نوار میبینین اکا جانم. من رحمت کردم خب اکا جان. مایل دوستان عزیز همراه پدر مهینه بانو گپ زدیم. پدر شما بودن خواهر عزیزم کارتا در نام نسب عموهای دوستان عزیز الکای 50-55 قریب تگی 60% کاری ما جمع شدگی پول جمع شدگی الحمدلله ناامید نیستیم. یک موتیواسیون دیگر در کار این مادر ها زختش گام میزنه یک کوشش دیگر کنین همه خیلی ماکسیمال نینوار استوریز کنین پدریس کنین هیچ هم که نمیتونیم درون کامنتر قدر را در همین نوار بنویسین ان شاء که شاید یگان صاحبکار بعد خواهر عزیز ما میرسه بهتر و بهتر میشه شاید که با ما 1 سوم 2 سوم 100 روبل 10 روبل 1000 روبل شما میپرتین ان شاء با خیلی خیلی مشکل خواهر عزیز مرا و مادر عزیز آسان میکنم. خیلی از مادر جان چی گفتنی به همه اکو و اپو به همش گفتنیم که یا دستگیری دیگه کنم که همین جمع شد که دختر نبرم گفتی چیکار پیرسه کنم صوت شد بسری بلند به تمام قدیم بگید. بله خداوند همش راضی باشه خداوند همش برکت شو بتا دستی کم نبینن مرده هاشون رحمت کنه زنده هاشون عمر درازی پر برکت هم دارن خداوند داغ دادی فرزنداشون شونتن ساق سلامت به وطن خچون بر. بله دوستان عزیز اینا الله خواهش میکنم که همین دستگیری دیگه کنم که دختری هم ساز شده اکو باشه همش نگهبان باشه خدا هر روز نبود که دختری نمیپرسیدن همون قرمه پرسیدن همون قیگان هم ندار میشه نپرتان همون دامی ندار میشن که بله سال باشه که نماینا جان اکار میپرسن همه روز خوار ما رو تیگه ازن بیو گرزن که باور کنن که خیلی باید که یکم تش نگه که خیلی چی میکنن. بله چی گفتنی مهینه بانو خود در آخر با کجانا گفتنیم با پجانا گفتنیم که مرا یه دستگیری دیگه کنم مرا ساز شم به وقت خیش به وطن رو برگردم ده مرا دختری بخونم خدمت کنم به وطن. ای ماشاءالله انمی نفرانی که رنگ خود نیازمندن در زندگی انشالله همین روزای پسیده هیچگاه عیاد نمیبرن در قناتشون میشه دستگیریشون کنی انشالله. هزار رحمت کلان دوستان عزیز خداوند نگهبانتون باز میگم یه لایک کامنتر در یک نداره موتیواسیون ای ما پول کار نمیکنیم با خاطر آب دیده مادر با خاطر آب دیده خواهر عزیز بهترین میشه و بعد سو بر رفیقتون همین نوار اینا بود میشه و بگیرین روی کنین اید دارید روی کنین الحمدلله نور علی نور میشه. چند قدر لایک کامنتر بسیار بگیره همون قدر نوار ما تاب میره و دیگر نفر رو میبینن ان شاء که نظر خداوند در هم پسی و هم بلندی است. ناامید نیستیم ان شاء الله امید کلون از جانب الله داریم فقط از شما بنده ها یکی سبب میشین. خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده.